دم صبح بود، یه 140 تایی سرعتم بود، یه 405 اومد اما رد شد. او یه 160 تایی سرعتش بود. نمیدونم چی تو شد، اجاده رفت پایین، به طرز خیلی بدی چپ کرد. پیاده شدم اومدم کنار ماشین، سقفش چسبیده بود، نه نمیشد راننده رو بکشی بیرون. بهش گفتم چه کاری از دستم برمیاد؟ گفت فقط گوشیت بیار، من گوشیم گم شده، یه زنگی برای من بزن. گوشی رو آوردیم، یه شماره گفت گرفتیم. از جایی هم که خدا میخواست طرف تلفنش جواب داد. گفت من یه عمری تو رو دوست داشتم ولی نمیگفتم. ایه گفت رنگش سفید شد، تموم شد. نگاه رفیق، ایه میخوام بهت بگم، من وقتی صبح لباسمو میپوشم نمیدونم نفر بعدی خودم دکمه هاشو باز میکنم از تنم در میارم یا مرد شوره. اگر میخوای کاری تو زندگیت انجام بدی، اگر کسی دوست داری، اگر کسی ناراحتی، 1000 تا کار دیگه، امروز و فرداش نکن. من و تو